سلام دوستان، ما اومدیم با یه ویدیو قشنگ و کوتاه از قلعه رودخان. برای رفتن به قلعه رودخان باید به شهر فومن بریم و وارد جاده قلعه رودخان بشیم. بعد از رد کردن چند تا روستا به روستای قلعه رودخان میرسیم و ما بقیه مسیر رو باید پیاده طی کنیم. اگر بخوام بهتون از ساعت بازدید و قیمت ورودی قلعه رودخان بگم، هر روز از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونین وارد محوطه بشین که شامل 2 تا هزینه ورودیه. اول هزینه ورودی به محوطه که برای پارک ماشین هست و دوم برای ورود به قلعه است. درسته بازدید از معنی تاریخی قلعه رودخان بسیار کار ارزشمند و لذت بخشیه، ولی خب تفریحات دیگه‌ای هم توی این منطقه هستش که مسیر رو برامون جذاب‌تر میکنه، مثل منظره خیلی زیبا و همچنین غرفه هایی که افتتاح شده. وقتی که از پارکینگ خارج شدیم و مسیر پیاده رو خواستیم ادامه بدیم، قسمت سنگ فرش شده دو طرفش رو غرفه افتتاح کردن که رستوران های محلیه، غرفه های سوغاتیه و همچنین غرفه های عکاسیه که شما میتونید با لباس های محلی استان گیلان عکاسی انجام بدین. همینطور که داشتیم مسیر پیاده رو طی می‌کردیم و از هوای خوب، منظره زیبا و غرفه‌ها لذت می‌بردیم، چشممون به پل معلق خورد که واردش شدیم و نفری 20 تومن هزینه ورودیش بود و اینکه مسیر خیلی کوتاهی داشت ولی خب قشنگ و لذت بخش بود و اون سمت پل تعداد آلاچیق گذاشته بودن برای استراحت و تایمی که کسی می‌خواد غذا بخوره. بعد از برگشت از پل معلق به مسیرمون ادامه دادیم، اما متاسفانه ما دیر رسیدیم و نزدیک به غروب و تاریکی هوا بود. بهمون اجازه ندادن که پله ها رو بیشتر بالا بریم و وارد قلعه بشیم. یه توضیح کوتاه و مختصر من اگر بخوام راجع به این مکان زیبا و تاریخی بهتون بگم، باید بگم که این قلعه به قلعه 1000 پله معروفه، چون عملا باید 1620 پله رو بالا رفت.
دژرودخان یا قلعه حسامی نام قلعه‌ای که متعلق به دوره امپراتوری ساسانیه که توی ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن توی روستای رودخان ساخته شد. اهالی روستای قلعه رودخان تالشی صحبت میکنن. دلیل نامگذاری قلعه رودخان بر این اساس بوده که کنار رودخونه دژرودگان یا روگان قرار گرفته. با گذشت زمان تغییرش دادن به قلعه رودخان. این قلعه بدون شک یکی از بزرگترین و شکست ناپذیرترین قلعه‌های تاریخ ایران باستان بوده، اما متاسفانه فقط 10% برنامه مرمت شده. امیدوارم از ویدیوی ما خوشتون اومده باشه و اگر دوست دارید از خود قلعه براتون ویدیو بذاریم لطفاً توی کامنت ها به ما بگید تا یه سفر دیگه به این مکان زیبا داشته باشیم، ولی این بار از خود قلعه با جزئیات کاملتر.